واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان نهایت گرامی، دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در قسمت گذشته این برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی، خدمت شما دوستان عزیز سلسله از احکامی که متعلق به باب وضو می گرفت، فرایض وضو، سنت های وضو. این احکام را در پرتو احادیث نبی اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما عرض و تقدیم کردم و در این قسمتی از برنامه ان شاء الله تعالی تکمیل آن احکام یا تکمیل آن احادیثی که در مورد وضو و صفت وضوء نبی اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده است، احادیثی را ان شاء الله خدمت شما تقدیم میکنم که در مورد مسح سر، که چند بار سر مسح شود و صفت مسح چه قسم بوده باشه، و همچنین مسح گوشه ها که آیا گوشه ها به همراه سر یک جای مسح میشه یا آب مستقل به اونا گرفته میشه، و همچنین مسح بر عمامه که آیا مسح بر عمامه جایز است یا جایز نیست. این مسائل را ان شاء الله در پرتو احادیث نبی اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما دوستان عزیز در این قسمتی از برنامه تقدیم میکنم. در مورد از این که در مورد مسح ما در قسمت گذشته از برنامه گفتیم که مسح از جمله واجبات وضو است، چون در آیه 6 سوره مائده آیه وضو وارد شده است: یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم. ما بیان کردیم که مسح از جمله فرائض وضو است، اما اینکه مسح چند بار باید مسح شود، یک بار باید مسح شود، یا اینکه مانند دیگر اعضای وضو 2 بار 3 بار باید مسح کرده شود، در این مورد حدیثی از امام علی حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه روایت شده است که ایشان فرمودند وقتی که صفت وضوء پیغمبر صلی الله علیه و سلم را بیان کردند، فرمودند که و مسح برأسه واحدة. از جمله کسایی که برای ما صفت وضوء نبی اکرم صلی الله علیه و سلم را بیان کردند امیر المؤمنین علی بن ابی طالب است. صحابه زیادی برای ما طریقه وضوء کردن نبی صلی الله علیه و سلم را تفصیلوار بیان کردن که در قسمت های گذشته ما حدیث ابان ابن حمران که غلامی حضرت امیر المؤمنین عثمان بن عفان بود بیان کردم که حضرت عثمان طریقه وضوء نبی کریم صلی الله علیه و سلم را برای ما بیان کردن، و همچنین از جمله کسایی که صفات یا طریقه وضوء نبی کریم صلی الله علیه و سلم بیان کردن حضرت علی بن ابی طالب بود، و همچنین حضرت عبدالله بن عباس و ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها، و یکی از صحابیات دیگر به نام الربیع، و همچنین عبدالله بن زید بن عاصم. اینها صحابه بودند که در احادیث مختلفی صفت وضوء نبی اکرم صلی الله علیه و سلم را بیان کردند. در این حدیث که حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اون روایت میکند، راوی این حدیث امیر المؤمنین علی بن ابی طالب
ابن عبدالمطلب الهاشمی است، ابن عم النبی صلی الله علیه و سلم بودن، پسر عمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن و اولین کسی بودن که از نوجوانها و از اطفال به دین اسلام پیوستند که 10 سال عمر داشتن وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مبعوث به پیغمبری شد و وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم قوم خود را، خاندان خود را، بنی هاشم را جمع کردند و به دین اسلام دعوت دادن. اولین کسی بود که دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم پذیرفت حضرت علی بن ابی طالب بود و ایشان او من حیث اولین فدایی وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره هجرت میکرد در فراش پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوابیدن و در تمام غزوات جز غزوه تبوک که خلیفه یا نشین پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مدینه باقی ماندن، در گرد تمام غزوات با پیغمبر صلی الله علیه و سلم شریک بودند و از خود جانصاری های زیادی نشان دادند در غزوات و ایشان بعد از شهادت حضرت عثمان بن عفان در 18 ماه ذوالحجه سال 35 هجری با اتفاق مهاجرین انصار که در او وقت موجود بودند من حیث خلیفه گماشته شدند و تقریبا 4 سال و 7 ماه در خلافت ماندند تا اینکه در شهر کوفه توسط عبدالرحمن بن ملجم در 19 ماه مبارک رمضان زخمی شدند و به درجه شهادت رسیدند. امیرالمومنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه وقتی که صفت وضوء نبی اکرم صلی الله علیه و سلم را برای ما بیان میکنه میگه که و مسح برأسه واحدة، پیغمبر خدا حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سر خود را فقط یک بار مسح کردند. این حدیث را ابو داود و ترمذی و نسائی یعنی از جمله سنن اربعه سه سنن این را روایت میکنه که سنن ابو داود و سنن ترمذی و سنن نسائی و امام ترمذی وقتی که حدیث را روایت میکنه میگه که هذا حدیث صحیح، حکم به صحت این حدیث میکنه. و البته این حدیث قسمتی از حدیث طویل است که حدیث دراز است که حضرت علی بن ابی طالب به طور مفصل طریقه وضو نبی اکرم صلی الله علیه و سلم را برای ما بیان میکنه، لیکن چون در حدیث عثمان رضی الله عنه عدد مسح ذکر نشده بود که پیامبر صلی یک بار مسح کردن یا 2 بار یا 3 بار، لذا این حدیث را ائمه به طور مستقل فقط همین قسمتی از این گرفتن که و مسح رسول الله صلی الله علیه و سلم برأسه مره واحده، چون در اینجا عدد مسح ذکر شده لذا بالاستقلال علما من حیث حدیث مستقل ذکر کردن. و این حدیث دلیل بر این است که مسح باید یک بار شود و این رأی جمهور علماست. اکثر علما جمهور علما به می رأی هستند که باید در مسح تسلیس یعنی 2 بار 3 بار مسح کردن نیست، بلکه مسح یک بار می شود. این حدیث دلالت به این میکنه و همچنین حدیث دیگری دلالت به این میکنه، از جمله حدیثی که امام ترمذی از صحابیه به نام الربیع روایت میکنه که ایشان فرمودند انها رأت النبی صلی الله علیه و سلم مسح رأسه و اذنیه مره واحده، که ایشان پیغمبر صلی الله علیه و سلم را دیدن که به سر خود و گوشان خود فقط یک بار مسح کردند. و همچنین امام نسائی از حضرت عایشه روایت میکنه که حضرت عایشه طریقه وضوء نبی اکرم صلی الله علیه و سلم را برای مردم می آموزانیدند، فرموده ایشان و یک بار به سر خود مسح کردند، انها مسحت رأسها مسحه واحده، فقط یک بار به سر خود مسح کردن، گفتن که همین طریقه وضوء نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بود. و همچنین امام احمد در مسند و همچنین ابو داود در سنن خود از حضرت ابن عباس رضی الله عنه روایت میکند که ایشان هم در صفت وضوء نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند و مسح برأسه و اذنیه مسحه واحده، حضور اکرم صلی الله علیه و سلم سر خود و هر دو گوش خود را فقط یک بار مسح کردند. این بود رأی جمهور علما و ادله که در کتب احادیث ذکر شده که دلالت کردن به این است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فقط یک بار به سر خود مسح میکردند. لیکن بعضی از علما از روایت از امام شافعی است و همچنین قول امام عطاس که آنها گفتند که مستحب است که انسان مثل دیگر اعضا واری که 2 بار 3 بار میشوید باید 2 بار 3 بار مسح کنند، چون اعضای دیگر یک بار شستنش واجب است، شستن دست و آرنج ها و همچنین شستن روی یک بار واجب است، لیکن 2 بار 3 بار سنت مستحب است. همچنین گفتند که مسح سر یک بار واجب است، لیکن 2 بار 3 بار مستحب است، لیکن قول ضعیف است
چون احادیثی که علما میگن احادیثی که درباره 2 بار مسح کردن یا 3 بار مسح کردن وارد شده هم احادیثی ضعیف است و احادیثی نیست که به درجه احادیث برسه که دلالت کننده به این است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فقط 1 بار به سر خود مسح میکردن. پس نتیجه این شد که مسح سر به خلاف دیگر اعضا فقط 1 بار کرده میشه. اما اینکه صفت مسح باید چگونه بوده باشه، چه قسم باید ما مسح کنیم، مسح سر از کجا شروع کنیم، به کجا خاتمه بدهیم، در این مورد حدیث روایت شده از صحابی جلیل القدر عبدالله بن زید بن عاصم رضی الله عنه که ایشان فرمودند ومسح رسول الله صلی الله علیه و سلم برأسه فاقبل بيديه وادبر. حدیث متفق علیه است، حدیثی است که امام بخاری و امام مسلم را روایت کرده و راوی این حدیث عبدالله بن زید بن عاصم است و نامشان عبدالله بن زید بن عاصم الانصاری از جمله انصار بودن و از بنی نجار بودن و اولین غزوه‌ای که با پیغمبر صلی الله علیه و سلم شرکت کردن غزوه احد بود و بعد از او در دیگر غزوات هم با پیغمبر صلی الله علیه و سلم شریک بودن و ایشان کسی بودن که در جنگ حدیقه، جنگی که مشهور به جنگ حدیقه الموت است، جنگی که در او مسیلمه الکذاب کشته شد، در او شرکت کردند و با وحشی یک جای در قتل مسیلمه الکذاب کسی که ادعای نبوت کرده بود در قتل از او شریک بودند و با وحشی یک جای مسیلمه الکذاب را کشتند. این صحابی جلیل قدر روایت میکند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسح برأسه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم سر خود را مسح کرد. چگونه مسح کرد؟ فاقبل بیدیه و ادبر، دستهای خود را پیش آورد دوباره پشت سر برد. حدیث متفق علیه است. ظاهر لفظ حدیث به این دلالت میکند که مسح را از پشت سر شروع کرده باشد، چون فاقبل به این معنی که از پشت به طرف پیش آورد و ادبر از پیش به طرف پشت آورد. ظاهر لفظ حدیث به این دلالت میکنه، لیکن لفظ دیگری هم در صحیح بخاری و در صحیح مسلم لفظ متفق علیه وارد شده از همین صحابی عبدالله بن زید میگه که بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه. پیغمبر خدا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اول با شروع سر خود شروع کرد، یعنی با ابتدای از جایی که اطلاق سر به او میشه، یعنی ابتدا برآمدن موی پیشانی از اونجا شروع کرد. حتی ذهب بهما الى قفا، دستای خود را به پشت سر برد. از ابتدا شروع کرد دستای خود را به پشت سر برد. ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه، بعد از او دوباره از پشت سر دستهای خود را به پیش روی آورد و به او جای رساند که از اونجا شروع کرده بود. لفظ دومی حدیث او لفظ دومی روایت که روایت هم متفق علیه است دلالت به این میکنه که مس از پیش سر شروع میشه، نه از پشت سر. از پیش شروع میشه به طرف پشت سر برده میشه، باز از پشت سر دوباره به پیش روی آورده میشه که به این شکل از اینجا ما شروع میکنیم با پشت سر میبریم، دوباره دستهای خود را به پیش روی میاریم در جایی که شروع کردیم، پس در اونجا خاتمه میدهیم. و همچنین روایت دیگری هم موجود است دلالت به این میکنه که مس از پیش روی شروع میشه، که روایت دیگری در صحیح بخاری از همین صحابه عبدالله بن زید روایت شده که ایشان فرمودند فادبر بیدیه و اقبل، دستهای خود را اول پشت سر برد دوباره از پشت سر به پیش روی آورد. و همچنین ابو داود از صحابی دیگری به نام المقدام بن معد کریب روایت میکنه که ایشان فرمودند انه صلی الله علیه و سلم لما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه. که پیغمبر صلی الله علیه و سلم وضو نمودن، وقتی که به مسح سر رسیدن چی کردن؟ وضع کفیه علی مقدم رأسه، هر دو کف دست خود را در پیش روی سر خود گذاشتن. فامرهما حتی بلغ الکفا، آنها را کش کردن، هر دو دست مبارک خود را کش کردن تا که به آخر سر رسیدن. ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه، بعد دوباره آن را به پیش روی خود آوردن. این روایت ها همه دلالت به این میکنند که مسح سر از پیش روی شروع میشه و پشت سر برده میشه، دوباره به پیش روی آورده میشه به شکلی که همه سر در بر بگیره. به این شکل میبریم پس دوباره به پیش روی میاریم. اما حدیث رأی جمهور علماست و بعضی از علما با لفظ متفق علیه به ظاهری از او عمل کردن
گفتن که سر از پشت سر شروع میشه. البته این قول ضعیف است، چون جمهور علما میگن که دهی فاقبل بیده و ادبر در این ترتیب رعایت نشده. واو برای ترتیب نیست، اصلا در جمله تقدیم و تاخیر است. اصلی جمله این است که فادبر بیده و اقبل، یعنی هر دو دست خود را اولا پشت سر بردن، قفا بردن، بعد از او از پشت سر و پیشی روی آوردن. و طریقه جمهور علما امیست و رأی سوم هم امیست که از موی پیشانی شروع به طرف روی برده میشه. اولا یعنی گفتن که اول از موی پیشانی شروع میکنیم، دست راست را به طرف روی راست، بعدن دست چپ را به طرف دست چپ، بعد از او به قفا، بعد از او به امام، به این شکل. اما این رأی هم رأی ضعیف است، رأی قوی و رأی جمهور علما اموز که ما خدمت شما تقدیم کردیم. و این حدیث دلالت اولا به مشروعیت مسح سر میکنه که همه سر مسح کردنش سنت است و همه سر مسح کردنش مشروع است. و اینکه سنت است یا واجب است، در سنت بودنش اتفاق علما است. همه علما با این اتفاق دارن که مسح کردن همه سر سنت است. اما اینکه آیا واجب است یا نیست، در اختلاف نظر است. و علمای احناف میگن که فقط ربع سر واجب است اما باقیش سنت است. و علمای شافعی میگن که فقط برآمدن موی پیشانی، مقدار یک کمی از موی پیشانی که مسح شوه واجب ادا میشه، اما دیگرش سنت است. اما علمای مالکی و حنابله رحمهم الله نظرشون به این است که ظاهر احادیث دلالت به این میکنه که مسح کردن همه سر واجب است، لذا باید همه سر مسح کرده شود. به هر صورت مسح کردن سر طریقه شما فهمیدیم که از پیش روی شروع میشه و به پشت سر در دو دست برده میشه و دوباره پس به پیش روی به اون جایی که شروع کرد اونجا آورده میشه. و اگر به قول علمای احناف بگیریم، ربع سر اگر بکنه واجب ادا میشه. اما اینکه به خاطری که هم واجب ادا شوه و هم سنت ادا شوه، باید همه سر یک بار مسح کرده شوه. این بود احادیثی که متعلق میگره به عدد مسح سر و همچنین کیفیت مسح سر، چه رقم با سر مسح کنیم و چند بار مسح کنیم. ان شاء الله بعد از وقفه کوتاه یک میانه برنامه کوتاه میبینیم. بعد از او خدمت شما هستیم با احادیث دیگری که بیان کننده مسح گوشه هاست. گوشه ها باید چه قسم مسح شوه و همچنین مسح بر عمامه جواز داره یا نداره. بعد از یک وقفه کوتاه خدمت شما دوستان عزیز هستیم ان شاء الله. الرسول به أقتدي حياتي هناء مع السنة أحب الرسول به يقتدي حياتي هناء مع السنة أتانا بهادي الكتاب المبين. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند به همسایت نیکی کن تا از مؤمنان باشی. من الظلمة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز هستم و در قسمت دومی این برنامه خدمت شما حدیثی را از پیامبر صلی الله علیه و سلم عرض میکنم که دلالت کننده به این است که گوشه ها هم باید ضمن سر مسح شود. همچنانه که مسح سر مشروع، مسح گوشه ها هم مشروع
و به چه کیفیت باید مسح شود. در این مورد حدیثی از عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه روایت شده است که ایشان در صفت مسح پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ثم مسح برأسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح بابهاميه ظاهر اذنيه. راوی این حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص القرشی السهمی است که کنیهشان ابو عبدالرحمن بود و سلسله نسبشان به پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کعب بن لؤی که جدی هفتم پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود در اونجا میرسد و ایشان خودشان و پدرشان عمرو بن العاص از جمله صحابه کرام بودند و خودشان قبل از پدرشان به اسلام پیوسته بودند و از جمله علمای صحابه کرام و مجاهدین صحابه کرام و از جمله حفاظ و عباد صحابه کرام بودند که در علمشان خیلی دست بالا داشتن، احادیث زیاده پیغمبر صلی الله علیه و نقل کردن و همچنین در ورع و تقوا و در زهدشان در بین صحابه کرام مثال زده می شدن. آنها در سال 63 و در بعضی روایت ها سال 70 هجری وفات کردند و وفاتشان در بعضی روایت ها است که در مکه مکرمه بوده و در بعضی روایت ها است که در شهر مصر و در بعضی روایت ها در شهر طائف از این دنیای فانی رحله نمودن. این صحابه جلیل القدر روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسح برأسه سر خیش را مسح کردن و ادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه، بعد از او هر دو انگشت سباحتین خود را داخل گوشهای خود نمودن. این دو انگشت را انگشت سباحتین گفته میشه چون به این انسان در تشهد اشهد ان لا اله الا الله وقتی که میگه این انگشت خود را بالا میکنه، وقتی که تسبیح میگه تشهد میگه با این انگشت خود تسبیح و تشهد میگه، لذا این انگشت را سباحتین در لغت عربی گفته میشه. و همچنین از جمله نامه های از این سبابتین هم است، انگشت سبابه و هر دوش سبابتین، چون وقتی که انسان یک کسی را تهدید میکنه دشنام میده با این انگشت خود طرف از او اشاره میکنه و دشنام میده، لذا را سبابتین هم گفته میشه و سباحتین گفته میشه. پیغمبر صلی الله علیه و میگه بعد از اینکه سر خود را مسح کردن هر دو انگشت سباحتین خود را داخل گوشه های خود کردن و مسح بابهامیه ظاهر اذنیه، این دو انگشت دیگر را ابهامین گفته میشه، با این دو انگشت دیگر خود پشت گوش خود را مسح کردن، یعنی این هر دو انگشت خود را داخل گوشه های خود کردن و این دو انگشت خود را بیرون گوشه های خود، به این شکل با این دو انگشت داخل گوشه های خود را مسح کردن و با این دو انگشت بیرون گوشه های خود را مسح کردن. این حدیث را ابو داود و نسائی هم روایت میکنه، جمله سنن اربعه و همچنین ابن خزیمه هم در صحیح خود روایت میکنه و حکم به حدیث میکنه حدیثی صحیح است و این حدیث دلالت کننده بر مشروعیت مسح گوشه هاست که مسح کردن گوشه ها مشروع است و همچنین کیفیت مسح گوشه ها را برای ما بیان میکنه که به چه کیفیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوشه های خود را مسح کردن. و در مورد از اینکه مسح گوشه ها حکمش چیست، علما همه به اتفاق نظر دارن که مسح گوشه ها سنت است، چون در این حدیث وارد شده و در حدیث دیگری هم وارد شده، حدیثی که ابو داود از مقدام بن معدی کریب روایت میکنه و همچنین دارقطنی و حاکم از انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکنه. همه این حدیث که بیان کننده صفت وضو نبی کریم صلی الله علیه و سلم است، بیان کردن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی سر خود مسح کردن و بعد از او گوشه های خود را مسح کردن، لذا در سنت بودن مسح کردن گوشه ها علما هیچ اختلاف نظر ندارن. اما اختلاف علما در این است که آیا باید برای گوشه ها انسان دسته های خود دوباره تر کنه، آب جدا بگیره، یا اینکه بار اول که برای مسح سر دسته های خود را تر کرده بود امو کفایت میکنه. رأی جمهور علما، اکثریت علما به این است که یک بار تر کردن دسته ها کفایت میکنه. وقتی که تو دسته های خود را برای مسح سر تر میکنی، آب میگیری، امو هم کفایت میکنه که با او گوشه های خود را هم تر کنی، گوشه های خود را هم مسح کنی، چون احادیثی که مسح پیغمبر صلی الله علیه و سلم را بیان میکنه در او وارد نشده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوباره آب گرفته باشه. از جمله امی حدیث و حدیث دیگری که ابو داود امام مسلم رحمت الله علیه روایت میکنه و مسح برأسه و اذنیه بماء غیر فضل یدیه، پیغمبر خدا
سر خود را و هر دو گوش خود را مسح کردن با آبی که از باقی مانده دستش نبود. یعنی دوباره آب جدیدی گرفتن، با مو آب جدید سر خود را هم مسح کردن و هر دو گوش خود را هم مسح کردن. و همچنین صحابه که صفت وضوء پیغمبر صلی الله علیه و نقل کردن، حضرت عثمان، حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب و حضرت ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها و عبدالله بن عباس رضی الله عنه نقل کردن صفت وضوء پیغمبر صلی الله علیه و سلم را. دو گفتن که و مسح رأسه و اذنیه مره واحده، که پیغمبر صلی الله علیه و سلم سر خود را و گوشهای خود را یک بار مسح کردن و نص به این نیست که بر گوشهای خود دوباره آب گرفته باشه. پس این احادیث دلالت به این میکنه که فقط پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک بار آب میگرفتن، در دستهای خود را یک بار تر میکردن، با مو یک بار هم سر خود را مسح میکردن و هم گوشهای خود را مسح میکردن. لیکن بعضی از علما که روایتی در مذهب امام شافعی است، و روایتی در مذهب امام احمد است، از احمد بن حنبل رحمهم الله، آنها گفتند که باید گوشهای خود را با آب مستقل مسح کنه. یعنی وقتی که آب دستهای خود را تر میکنه، یک بار سر خود را مسح میکنه، باید دوباره انگشتهای خود را با آب تر کنه و گوشهای خود را مسح کنه. و دلیل گرفتن به روایتی که امام بیهقی در سنن خود امام بیهقی روایت میکنه از عبدالله بن زید انه رأى النبي صلی الله علیه وسلم یأخذ لأذنیه ماء غیر الماء الذي اخذ لرأسه. عبدالله بن زید ابن عاصم که از جمله کسایی که وضوء پیغمبر صلی الله علیه و بیان کرده، آنها گفتن که پیغمبر صلی الله علیه و را دید که برای گوشهای خود آبی گرفتن که غیر از آب سرشان بود. یعنی بعد از اینکه سر خود را مسح کردن، برای گوشهای خود آبی مستقلی گرفتن. اما جمهور علما از این حدیث جواب میتن که شاید که دستهای پیغمبر صلی الله علیه و خشک شده بود، آثار آبی تری در او باقی نمانده بود، لذا دوباره دستهای خود را تر کردن. اما سنت هم است که انسان یک بار آب بگیره در دستهای خود و دستهای خود را برای یک بار مسح بکنه، سر خود را برای یک بار مسح کنه و با مو آب گوشهای خود را هم مسح بکنه. و در مورد ازی که آیا بر عمامه انسان اگر عمامه به سر داشته باشه، بر عمامه مسح جایز است یا نیست، در این باره هم ما احادیثی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت شده هم داریم در کتاب‌های سنن و کتاب‌های صحاح که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر عمامه خود مسح کردند. و حدیثی از صحابی جلیل القدر المغیره بن شعبه رضی الله عنه روایت شده ان النبي صلی الله علیه و سلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. راوی این حدیث حضرت مغیره بن شعبه که لقبشان ابو عبدالله یا ابو عیسی بود، ایشان در سال خیبر سال 7 هجری به اسلام پیوستند. بعد از او با پیغمبر صلی الله علیه و سلم در فتح مکه و غزواتی که بعد از او واقع شده بود، غزوه تبوک و دیگر غزوات شریک بودند. و بعد از وفات پیغمبر صلی الله علیه و سلم با حضرت معاویه هم دست بودند، یک جای بودند و از طرف حضرت معاویه در کوفه والی بودند تا اینکه در سال 50 هجری در شهر کوفه به لقاء الله پیوسته از این دنیای فانی رحله نمودند. این صحابی جلیل القدر روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم توضأ فمسح بناصیته وعلى عمامة والخفین. پیغمبر صلی الله علیه و سلم وضو نمودند و با سر خود و بر عمامه خود، با پیشانی خود، موی پیشانی خود و بر عمامه خود و خفین خود مسح کردند. این حدیث را امام مسلم روایت کرده و این حدیث دلالت به این میکند که وقتی که انسان در سرش عمامه بوده باشه، میتونه که عمامه خود را او طرف نکنه و شروع به مسح سر از موی پیشانی بکنه. باید موی پیشانیش هم شامل مسح شود. موی پیشانی بعد از او به سر عمامه دیگر مسح خود را تکمیل بکنه. و این حدیث دلالت به این هم میکنه که باید تنها به موی پیشانی مسح نکنه و همچنین تنها به عمامه مسح نکنه. و این رأی جمهور علماست. رأیشان به میست که اصل و اساس در مسح میست که انسان باید سر خود را به طور لخت مسح کنه، یعنی سرش لخت بوده باشه مسح بکنه. اما اینکه اگر در سرش عمامه بوده باشه باید اولا به موی پیشانی شروع بکنه، بعد از او به سر عمامه تکمیل بکنه، نه تنها به موی پیشانی کفایت بکنه و نه تنها به عمامه. این رأی جمهور علماست. و رأی شافعی هم امام شافعی
رحمت الله علیه هم قبلا بیان کردیم که ایشان میگن که اگر تنها به موی پیشانی مسح بکنه واجب ادا میشه. و همچنین بعضی علما از جمله ابن قیم رحمت الله علیه رایشان هم است که اگر تنها به عمامه مسح بکنه جواز داره. یعنی ایشان میگن که از ایشان روایت شده که فرمودن انه صلی الله علیه و سلم کان یمسح علی رأسه تارة وعلى العمامة تارة وعلى الناصية والعمامة تارة. که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم احیانا مسح بر سر به طور لخت روایت شده و احیانا بر عمامه روایت شده که تنها به عمامه مسح کردن و احیانا این روایت شده که بر ناصیه بر موی پیشانی و همچنین بر عمامه مسح کردن. و به هر حال رأی جمهور علما قسمی که گفتیم امیست که انسان باید بر سر خود مسح بکنه، بر سر لخت و لچ خود، و اگر میخواست که بر عمامه مسح بکنه باید اول موی پیشانی خود را با آب یعنی ابتدا به موی پیشانی خود بکنه، بعد از او تکمیلش بر عمامه بکنه. اشکالی نداره و جواز داره، چون در این حدیث و در احادیث دیگری روایت شده که امام دارقطنی رحمت الله علیه میگه که تقریبا از 60 نفر این قول روایت شده و که بر عمامه مسح کردن جواز داره در صورتی که انسان اولا به موی پیشانی شروع کنه. و همچنین از جمله احادیثی که دلالت به این امر میکنه که امام بخاری روایت کرده و همچنین احمد بن حنبل روایت کرده از صحابی به نام عمرو بن امیه که ایشان فرمودند رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یمسح علی عمامته و خفیه، که ما پیغمبر خدا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را دیدم بر بالای عمامه خود مسح میکردن و همچنین بر خفین خود مسح میکردن، که موضوع مسح بر خفین ان شاء الله در درس آینده ما در درس های آینده ما فصلا بحث میشه. اما اینکه مسح بر رقبه، بر گردن، انسان بعد از اینکه به سر خود مسح میکنه، به گوشهای خود مسح میکنه، آیا به گردن خود مسح بکنه یا نکنه، محققین و مدققین علمای اهل سنت به این نظر هستند که مسح بر رقبه در احادیث صحیح وارد نشده، احادیث که وارد شده همه ضعیف و موضوعی هستند، لذا مسح بر رقبه سنت یا مشروع نیست، فقط مسح بر سر است و بعد از او بر هر دو گوش. دوستان عزیز، در اینجا این قسمتی از برنامه ما به پایان می آید و ان شاء الله در قسمت آینده تکمیله باب وضو که خدمت شما هستیم، که دعایی که در آخر وضو خوانده میشه و همچنین اینکه باید انسان پای خود را بشویه. شستن پای واجب و فرض است و باید انسان وقتی که پای خود را میشویه، دستهای خود را میشویه، تا جایی که شستن از او فرض است باید هیچ جای از او خشک نبانه. این حدیث را ان شاء الله در قسمت آینده از برنامه خدمت شما تقدیم میکنیم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.